وقتی که کلمه خواجگان خارجی را میشنویم این دو لحظه را در نظر میبرد. یکم در حقیقت در خارج خواجگان خارجی هست، لیکن این خیلی که 100% باشد نیست. قواعد زیشکاری که در داخل جامعه ما عمل میکنن و مثل تبادلات امروز گنرال حاجی حلیم کرد، بعد اینها با نام خواجگان خارجی کار خود را روی میبرن. هست لیکن کمی کم است. اکثریت هر چیز شد از داخل شد. برای همین من گفتنی هستم که 100% با عباره یا با فهمش خواجگان خارجی تکیه کردن این نادرست بود. همون آدمانی که در خارجی زندگی میکنن و همون کارهایی که این آدم ها صادر کردن. همین هر یک دولت برای منفعت خودش و هر یک چیز رو استفاده میبرد. مقصدهای غرضناک خودش رو با کار خودش با دست خودش نه و با دست شخصانی علاهیده مقصدهای غرضناک خودش رو در عمل میکند، تطبیق میکند و این مثال کاری خواجگان گفته، خواجگان خارجی گفته شخصانی علاهیده که برای منفعت خودشان شده در بین دولت ها جنگ رو به عمل میبرند و دولت ها رو جنگ میبرند. مثال آنها از این چی منفعت میگیرند؟ یراق، فروش سلاح ها و به دیگر دولت ها از جهت طبی یاری میرسانند، از این جهت هم پول میگیرند. مثال خواجگان خارجی و میخوان که یک دولتی مستقیم ویران کرده بین خود همون آدمان جنگ اندازن که دولت ویران شود.